in an Iranian channel to the Iranian people. خوشحالم که در یک شبکه ایرانی با مردم ایران صحبت میکنم. مردم ایران برای ما مهمن و خوبه که اونها در جریان رویدادهای جنگ قرار بگیرن، چرا که رژیم ایران و سپاه پاسداران میخوان پروپاگاندای متفاوتی را در ایران پخش کنند. شما الان در بیمارستان شفا هستید. اونچه ما در بیمارستان شفا کشف کردیم نشان دهنده مکانیزم وحشتناک تروریستی حماسه. حماس توسط ایران و سپاه پاسداران حمایت میشه. سپاه پاسداران تجهیزات، آموزش، مهمات و تجهیزات ویژه برای حماس فراهم میکنه به ارزش میلیون ها دلار که باید به جای سپاه برای مردم ایران باشن. این کمک ها به اینجا میان برای این تجهیزات، برای این زیرساخت های تروریستی که ساخته میشن. اما حماس کجا ماشین تروریسم خودش رو میسازه؟ درون بیمارستان ها. بیمارستان شفا بزرگترین مجموعه تروریستیه. شما تونل زیر اون رو دیدین. این تونل ها به تونل های دیگری زیر خیابون ها وصل میشن. یعنی حماس با وحشیگری و بیرحمی مانند سپاه پاسداران از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه و زیرساخت‌های تروریستی رو در میان غیر نظامیان میسازه و از اونها به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه. اونا میخوان مردم بمیرن تا به دنیا نشون بدن مردم در حال مردنن، در حالی که خودشون از این ماشین ترور استفاده میکنن. زیر بیمارستان ها، زیر مدارس، زیر مساجد. ما همین الان یک مسجد رو پیدا کردیم. مسجد برای مردم و برای نمازه، اما حماس از مسجد هم استفاده میکنه برای تروریسم و ساختن موشک. این حماسه، گروهی که ما با اون میجنگیم. حماس بیرحم، وحشی و بربره و همه باید به یاد داشته باشن که این جنگ از کجا شروع شده. اسرائیل جنگ نمیخواست. ما دنبال جنگ نبودیم. در 7 اکتبر ما در بسترهای خود خواب بودیم و در همان صبح حماس به بستر ما اومد. نوزادان، کودکان و زنان ما رو برد. به زنان ما تجاوز کرد. نوزادان و کودکان ما رو سوزوند. جوانانی که برای جشن گرفتن رفته بودن رو سوزوندن، کشتن و تجاوز کردن. این حماسه. حماس بیرحم، بیقرار و قاتله. حماس بدتر از داعشه. حزب الله تصمیم گرفت در این جنگ شرکت کنه. فکر میکنم ایران و سپاه پاسداران به حزب الله گفتن که وارد این جنگ بشه، همونطور که به حوثی‌ها گفتن به این جنگ وارد بشن. سپاه پاسداران و دولت ایران از گروه‌های وابسته مثل حزب الله و حوثی‌ها استفاده میکنه تا اسرائیل رو هدف قرار بده. اونا فکر میکردن اگر اسرائیل رو تحریک کنن، اسرائیل دست به عملیات زمینی نمیزنه. اشتباه میکردن. ما الان در بیمارستان شفا در قلب حماسیم. رهبران حماس فکر نمی‌کردن ما به بیمارستان شفا برسیم، اما اسرائیل تواناییشو داره. اسرائیل مصمم حماس رو شکست بده، شر رو شکست بده و این شر همچنین در حزب الله وجود داره. چرا حزب الله وارد این جنگ شده؟ قرار بود حزب الله محافظ لبنان باشه، نه محافظ حماس در غزه. اما حزب الله توسط ایران، سپاه پاسداران، دولت و رهبر ایران برای تحریک اسرائیل به مرز فرستاده شده. بسیار سپاسگزارم که مردم ایران میتونن اینها رو ببینن و بشنون. اسرائیل با مردم ایران نقاط مشترک زیادی در مبارزه با شر داره. بسیار سپاسگزارم. With the Iranian people fighting evil. Thank you so much. בתמונה לצורך. הלך! היידה. בבית חולים שיפה, כמו שאפשר לראות פה, פה ליד הבניין הקטרי, בתוך המטבחון של בית חולים. מצאנו פיר פה במטבחון של הבית חולים, כמה עשרות מטרים מפה. עכשיו התחלנו לחשף את השטח עם בגר, הגענו למנהרה פה למטה, כמו שאתם רואים פה. רואים את כל המנהרה. את ההמשך של הצפוני-דרומית, זה לכיוון צפון. רואים את הדיפונים, רואים ששמו טיח על הדיפונים בצדדים שלה. רואים שמנהרה גבוהה. תראו גם שם איפה הכנסנו את המצלמה. התוואי, אנחנו רואים שהוא בערך בעומק של 6 מטר מתחת לאדמה. חפרנו עם בגר כמה שעות, הגענו לתוואי. כמו שאתם רואים פה, רואים פה את הקשתות הגבוהות שיש על המנהרה.
רואים את האור של המצלמה שעכשיו ראינו מלמעלה.